I just remember coming out on the back porch, and I remember looking at my husband and saying, you know, who would be burning anything right now? روز 28 سپتامبر 2022 یه روز فراموش نشدنی برای مردم امریکا بود، خصوصاً برای شهروندان فلوریدا. در این روز بود که ساحل فورت مایرز دچار چنان طوفانی شد که از سال 1935 بی سابقه بود. این طوفان رو ایان نامگذاری کردن که عنوان سومین فاجعه پرهزینه آب و هوایی تاریخ رو به نام خودش ثبت کرد که در اون بالای 100 نفر کشته و 700,000 نفر آواره شدند. این طوفان چنان به زیرساخت‌ها و تأسیسات شهر آسیب زده بود که به مدت 4 روز مردم شهر به سوخت دسترسی نداشتند. و اگه بخوام عمق فاجعه رو متوجه شیم، همین کافی که بدونیم پرزیدنت بایدن مجبور شد یه چند ساعت از خواب بیدار بشه تا دستورات لازم رو فوراً صادر کنه. احتمالاً بعد از فروکش کردن چنین جهنمی، شهروندانی که تونستن از این طوفان جون سالم به در ببرن یه نفس راحت میکشن. کدوم یکی از اونا میتونه فکرشو بکنه زمانی که امنیت برقرار شد، مردم از پناهگاه خودشون برای تعمیرات و از سر گرفتن زندگی خارج میشن و درست زمانی که از خشم طبیعت جون سالم به در بردی، دچار خشمی به مراتب هولناکتر بشی. کی فکرشو میکنه؟ خشمی نه از جنس تغییرات آب و هوای مناطق استوایی، بلکه از جنس گوشت و خون. طوفانی 110 کیلویی که از مسیر زندگی مادری 39 ساله عبور میکرد که از قضا هم نام این طوفان بود، ایان کریستوفر باناک. اما بریم ببینیم این مادر 39 ساله کی بود و اصلا چه نسبتی با یان داشت. نام اون کیدی سامانتا باناک بود. همونطور که از اسمش پیداست، اون همسر سابق یان بود و البته مادر فرزندان اون. بیاین برگردیم به کودکی کیدی و ببینیم اصلا اون کی بود و چطور سر راه یان قرار گرفت و دچار چه خشمی شد که میتونه از این تورنادو سهمگین‌تر باشه. کیدی سامانتا باناک از دوران کودکی و سنین نوجوانی توی رویای مادر بودن و پرستار شدن به سر می‌برد. اون از دبیرستان نیو آلبانی در ایندیانا فارغ التحصیل شد. کیدی دختری درسخون و شاد بود که در 15 سالگی یه مقدار تعادل زندگیش به هم خورد. چرا؟ پدرش خانواده رو رها کرد و رفت و باعث شد اون و خواهرش در ادامه زندگی تا بزرگسالی توی ناامنی و عدم آسایش به سر ببرن. اما کیدی بدون اینکه ناامید بشه در دانشگاه لویویل در رشته پرستاری ادامه تحصیل داد و به یکی از آرزوهاش که پرستاری بود دست پیدا کرد. اما در مورد رویای مادر بودن، اینجا بود که کیدی راه نامتعارف رو پیش گرفت. اون توی سایت زوجیابی کریستیان منگل ثبت نام کرد. اون فکر میکرد که از طریق لیست کردن اولویت‌هاش میتونه خیلی سریع همسر مناسب زندگیش و البته پدر ایدئال فرزندش در آینده رو پیدا کنه. اما باید بدونیم که انسان یه موجود پیچیده است و موجودات پیچیده رو نباید با صفت‌های مجزا و لیست شده ارزیابی کرد. این گوشه ذهنتون نگه دارین چون احتمالاً موقع جمع‌بندی باهاش کار داریم. ایان کریستوفر باناک مردی 43 ساله و از تفنگداران دریایی سابق بود. اون همچنین صاحب یک کسب و کار تو زمینه تست‌های غیر مخرب از سال 2021 هم بود. برای دوستانی که نمیدونن عرض میکنم، تست غیر مخرب بخشی از یک روند صنعتی هست که در اون محصولات در مرحله کنترل کیفیت بدون آسیب دیدن آماده ورود به بازار میشن. این شغل برای یان عالی بود،
هم بهش اجازه میداد تا به شهرهای مختلفی سفر کنه، هم درآمد بسیار بسیار خوبی داشت. باید بدونیم که یان 2 بار قبل از آشناییش با کیدی طلاق گرفته بود. اون مدرک لیسانس خودش رو توی رشته روانشناسی و اتفاقاً از دانشگاه لویویل گرفته بود و مدرک مستر یا همون ارشد خودش رو توی رشته الهیات از دانشگاه لیبرتی گرفته بود. اون یه بدنساز هم بود و دارای مقام سومی در مسابقات NPC 2020 در آمریکای شمالی بود. خب لازم به گفتن نیست که یان هم برای پیدا کردن همسرش به سایت کریستیان منگل روی آورد. اما اون با چه نیتی اومد؟ گفتیم که یان الهیات خونده بود و شخص بسیار بسیار مذهبی بود و طبق آموزه های دینش یک مرد تا جای ممکن نباید مجرد میمون. پس نیتش از ازدواج ادای تعهدش نسبت به مسیحیت بود، یک ادای دین به دین. رابطه بین کیدی و یان خیلی سریع به یه رابطه به ظاهر عاشقونه بدل شد. بعد از مدتی یان این موضوع رو به شکل رسمی مطرح کرد و خواست تا خانواده ها به شکل جدی در میون باشن و گفت هر کاری لازم باشه تا برای رسیدن به کیدی رو انجام میده. اما توی زمان معرفی خانواده ها یه مشکل به ظاهر کوچیک پیش اومد. آشنایی اونا تو سال 2014 بود و همون سال بود که مادر کیدی وقتی متوجه شد که دخترش به صورت آنلاین با یان آشنا شده، بر حسب نگرانی مادرونش خودش برای تحقیق دست به کار شد. اون تو سابقه یان متوجه 2 ادعای تجاوز و خشونت بر علیه همسران سابقش شد که در ایندیانا ثبت شده بودند. یان در جواب این شکایت اونا رو نادرست دونست و گفت همه اینا بر اساس دشمنی اون زنها بوده و برای اثبات این حرفش به عدم محکومیتش اشاره کرد. متاسفانه کیدی و مادرش اینجا سعی کردن تا بگن ایشالله خیره و از این موضوع عبور کردن. بعد از گذشت مدتی کیدی به درخواست و دعوت یان منزل مادرش در ایندیانا رو ترک کرد تا با یان در فلوریدا یه زندگی جدیدی رو شروع کنه. اون در فورت مایرز به ادامه تحصیلش ادامه داد و نقش خیلی مهمی رو در بدنسازی و پیشرفت یان ایفا کرد. اصلا به خاطر کمک‌های کیدی بود که یان تونست مقام کسب کنه. بعد از گذشت مدتی همخونه بودن اونا با هم ازدواج کردن و صاحب 2 فرزند شدن که امسال 5 و 7 ساله میشن. مدتی از این زندگی گذشت و یان یواش یواش به بروز نشونه‌هایی از خشم شد. البته پیش از بچه دار شدنش هم گاهی پرخاشگر و عصبانی میشد، اما کیدی همیشه به چشم یه خشم عادی به موضوع نگاه میکرد. با گذشت زمان فاصله بین خشونت‌های یان داشت کم و کمتر میشد. اون در اوج خشم بخش‌های از انجیل رو فریاد میزد. طبق روایت‌های کازین کیدی، یان وقتی عصبانی میشد پنجره، ظرف و ظروف، فنجون، هر چیز شکستنی که جلوی دستش بود رو میشکست و پرتاب میکرد. هر روز که جلوتر میرفت اوضاع بدتر میشد. دیگه اون شروع کرده بود به کنترل تلفن و آیپد کیدی. اون رابطه‌ای که چنان عاشقانه شروع شده بود میرفت که تو پایان سال 2021 از هم بپاشه. هر روز زندگی با هرج و مرج و دعوا همراه شده بود. اینجا بود که صحبت طلاق به میون اومد. ادعای کیدی در طلاقنامه اینجوری اومده بود که کتاب مقدس انجیل اختیار مطلق اونو به همسرش داده بود و یان کاملا میخواست اونو کنترل کنه. اینجا بود که کیدی بیشتر از این نتونست اوضاع رو تحمل کنه. بر اساس کتاب مقدس یان رئیس اون بود و بر تمام بدن، تصمیمات و اصلا کل وجود اون اختیار داشت. این عامل باعث از بین رفتن خلاقیت و پویایی کیدی توی زندگی شده بود. اون اساساً برای چنین نقشی تربیت نشده بود. این کنترل اختیار تا جایی پیش رفت که علاوه بر این که یان اجازه سر کار رفتن و کسب درآمد به کیدی نمیداد، حتی یه روز بعد از اینکه متوجه شد کیدی بدون اجازه اون از کارت اعتباریش بنزین زده، دوباره مشاجره و خشونت از سر گرفته شد. توی این شکایتی که در پیش تنظیم شده نوشته شده که یان در خونه به کیدی حمله کرده، گلوشو فشار داده و با موهاش اونو روی زمین کشیده. کیدی توی یه فرصت مناسب از زیر دست یان فرار میکنه و به یه اتاق میره. از اونجا بود که با کلانتر تماس میگیره. تو این فاصله یان که متوجه تماس کیدی میشه از خونه فرار میکنه.
در نهایت هم اتهامات خفه کردن و ضرب و شتم به خاطر توبه کردن یان به درگاه مسیح از جانب کیدی بخشیده شد و اونا تصمیم گرفتن همه چیزو فراموش کنن و از ابتدا شروع کنن. اما این آرزو عمرش مثل یه نسیم بهاری کوتاه بود. و اما در 2 ژانویه 2022 بود که یان در فیسبوکش یه پیام عجیب منتشر کرد. اون به حلقه 9 دانته از کتاب کمدی الهی اشاره کرد که در اون دانته منظورش از حلقه 9 همون پایین ترین سطح جهنم یا قعر جهنمه که به خائنانی که به ولی نعمت خودشون خیانت میکنن وعده داده شده. در اواخر همون ماه یعنی ژانویه بود که یه درگیری دیگه رخ داد که توی اون یان به کمر کیدی لگد زد و اونو تهدید به قتل کرد. اگرچه کیدی این موضوع رو به کلانتر گزارش داد، اما این بار هم یان تونست از زیر قانون تفره بره. نکته‌ای که توی پرونده خیلی جای افسوس داره اینه که اینجا کارشناسا در گزارش خود خواستار صدور حکم بازداشت یان شدن، اما دادستان ترجیح داد که علیه یان اتهامی رو مطرح نکنه. بعد از گذشت 8 سال زندگی مشترک، اون هم به این وضعی که عرض کردم با حضور 2 فرزند، حکم طلاق اونا در ماه مارچ 2022 نهایی شد. کیدی دست بچه ها رو گرفت و به منطقه در ساحل فورت مایرز نقل مکان کرد. رفتن تا یه زندگی جدید رو از سر بگیرن. از اینجا به بعد کیدی با اینکه بچه ها رو داشت، اما همیشه از سایه خشم یان وحشت داشت. اون دیده بود که یان به وقت عصبانیت مثل یه موجود مسخ شده عمل میکنه و کسی رو نمیشناسه. بنابراین اون فوراً یه دادخواست تنظیم کرد تا بتونه تا جایی که ممکنه یان رو از بچه ها دور نگه داره. اما در ماه آگوست به دلیل عدم ادله کافی قاضی این دادخواست رو رد کرد. میرسیم به 11 سپتامبر، حدود 1 ماه بعد، وقتی کیدی بچه ها رو برای تعطیلات آخر هفته به خونه یان برد. در راه برگشت متوجه یک کبودی بزرگ بر روی باسن یکی از بچه ها شد. اون پسر به مادرش گفت که همیشه پدر وقتی عصبانی میشه منو کتک میزنه. حالا دیگه بهترین زمان برای شکایت بود. کیدی فوراً از وکیلش خواست تا کیفرخواستی اضطراری علیه یان در دادگاه خانواده مطرح کنه. این بار دیگه سند کافی موجود بود و قاضی حضانت انحصاری فرزندان رو به کیدی داد و یان رو از دیدن بچه ها منع کرد. لازمه تا اینجا با زنی آشنا بشیم که در تمام این مدت محرم رازهای کیدی بود. زنی به نام سارا گولدسمیت. هیچ کس بهتر از اون نمیتونست حرفای کیدی رو باور و درک بکنه. اون یکی از همسران سابق یان بود که از ماها قبل وارد زندگی کیدی شده بود و اونا سر یه درد مشترک به هم نزدیک و نزدیکتر شدن. I had found out that there were some charges from Ian against Katie, some strangulation charges back in, I think, January of 2020 or 2021. Anyways, I had found out about that, so I reached out to her on Facebook and just sent her a message. And I was basically trying to be for her what I needed during that time. So I was trying to be uplifting and, trying to help her see that there was a way out of that relationship and that it wasn't her, that it was him. What was your relationship with Katie like? From July, her and I spoke to each other quite a bit. I would say probably at least 2 or 3 times a week. And it was, she had shared with me what was going on in their issues with their children and with her trying to get away. I know that there were numerous times where she said again that the law enforcement down there didn't believe her, and that she was afraid that something was going to happen to her or one of her children. What was he like when you guys were first dating? He was the perfect man. He was charming. He was great to my kids, or my son at the time. He was just what every woman dreamed of. When did you first realize something was wrong with how he was treating you? I would say the first year of our relationship was great.
After that was whenever the abuse began. However, it began with the children before it did me. So I kind of started having some red flags at that point. Once we got married, which was whenever things went downhill quick from there. And in what ways was he controlling or violent before the day, I guess, you know? I would say in every way. He was controlling in a sense that I had no access to the money. If I needed money, I had to get it from him. He did not want me to work because he wanted someone to take care of the children. So there was no means for me to make my own money. I was not allowed to see family or friends. And if I did, it had to, be approved ahead of time. And it got to the point to where he didn't want me to be around friends and family. He would quote unquote say that they didn't care about me, that he was the only one that truly cared about me. اولین چیزی که در ابتدای ویدیو نظر من جلب کرد شباهت بسیار عجیب سارا و کیدی بود. رنگ مو، رنگ لنز و حتی رنگ و مدل میکاپشون. مطمئنم شما هم متوجه این شباهت عجیب شدید. اما چیزی که مهمه علتشه. آیا این شباهت اتفاقیه؟ تا جایی که من اطلاع دارم به شکل یونیورسال دخترها 2 تا دوستم که باشن ترجیح میدن لباسشون شبیه هم نباشه. چی برسه به 2 تا هوا. متاسفانه من برای بیان نظر قطعی مدارک مورد نیازم رو نتونستم پیدا کنم و مسائل همینجور به شکل فرضیه باقی موند. برای خارج نشدن ویدیو از حالت مستند اینجا در مورد فرضیات صحبت نمی‌کنم. اما خواهشی که دارم شما هم نظرتون رو در این مورد کامنت کنید و اگر موافقین که توی ویدیوی جداگونه خیلی کوتاه به بیان همین فرضیه بپردازیم لطفاً اونم کامنت کنید. ممنون. The state of Florida is under assault tonight, and the damage is likely to be catastrophic. Hurricane Ian blasted ashore today near Fort Myers on the Gulf Coast and began a slow trek toward the Atlantic. It packed sustained winds of 150 miles an hour and knocked out power to more than 1 million homes and businesses. John Yang is in Jacksonville, Florida, and begins our coverage. Early this morning, Hurricane Ian quickly escalated into a near Category 5 storm. Across Florida's Gulf Coast, residents braced for a brutal impact, boarding up businesses and stocking up on supplies and gas. یه روز بعد از طوفان زمانی که کیدی با بچه‌ها هنوز داخل پناهگاه بودن، یه پیام از سمت یان دریافت کرد. یان در این پیام گفته بود که قراره به خارج از کشور سفر کنه و از کیدی خواهش کرد تا بیاد و باقی وسایلش که تو خونه مشترکشون باقی مونده بود رو جمع کنه و با خودش ببره. اون یه خواهش دیگه هم داشت تا اینکه بچه‌ها رو با خودش بیاره تا قبل از سفر کردنش بتونه اونا رو برای بار آخر ببینه. کیدی با کمی دلشوره تقاضای اون رو قبول کرد اما روی بچه‌ها ریسک نکرد. اون بچه‌ها رو منزل دوستش گذاشت و ساعت 9 شب از اونا خداحافظی کرد. درست از همین لحظه بود که دیگه به پیام و تماس‌های کسی جواب نداد. فردای اون روز ساعت 7:20 صبح بود که خانواده کیدی به همراه دوستش خبر گم شدن اونو به کلانتری گزارش کردن. بدون شک با وجود پیشینه‌ای که بین یان و کیدی بود و اون تماس آخر، اولین نفری که پلیس قرار بود ببینه مطمئناً یان بود. بعد از تکمیل گزارش پلیسا سریعا به سمت منزل یان حرکت کردند. اونا در بعد ورود متوجه خودروی کیدی شدن که اونجا پارک شده بود و کیفش هنوز داخل ماشین بود. این یعنی قرار بوده کیدی زود برگرده. در اون زمان اونا موفق به پیدا کردن یان نشدن. همین خاطر بود که اونا برگشتن و یک بعد از ظهر با حکم ورود به منزل بازگشتن. پلیسا کاملا به این شرایط غیر معمول مشکوک بودن اما فکری که پلیس توی سرش داشت کجا و واقعیت کجا. مطمئنم شما هم نمیتونید فکرشو بکنید که چه اتفاقی براش افتاده. Go ahead, contact. Why are you cuffing? Put your hands behind your back. Put your hands behind your back. Check everything out, okay? Back up, relax. Hey, move forward behind him. Ow, fuck. Relax. All right, you're gonna roll to your side. You gotta loosen that up. Okay, Hey, let's go. secure you Let's first. put 2 handcuffs on him. We're good. He's got another pair. Move behind. Cover them. Ow. Relax.
Out my circulation. They're gonna take care of you, sir. Just give us 1 second. It's necessary. Keep Rolled over. After you get another set on them, sit them on. The right side, the right side. I understand. You're good. I'm doing good. Screwed up. We're gonna get you comfortable, sir, and then we're just gonna have a conversation. Stay flat. Okay? Stay flat. Keep your hands there. Come on, man. I'm not gonna do anything. Just gonna sit you on your belt once they get you cuffed, so just relax, okay? Okay, that's good. Yep. Dominguez! Yes, sir. Let's get this out of the fucking way. Roll to your right. Roll to your right. There's a search warrant on there, sir, and they'll talk to you in just a second. Just take this here. All right. Push off your legs. Ready? 1, 2, 3. Fonzie. So I was on my way. What y'all do? Rush me my gate? Smells like two surgery. Anything in your pocket that's gonna poke stigma? Guys, yep. We're just gonna get this out of the way and we'll drive right up to the house. Get back right now. Stand by. All right. Stand back. You're good. All right. Yep. Okay, once we get there. پلیسا بعد از ورود به ساختمون متوجه نشونه‌های شومی شدند، از جمله فرش آلوده به خون، دیوارهای زخمی و اره برقی که به تازگی تمیز شده بود. با دیدن چنین صحنه‌ای بود که فرضیه پلیس‌ها برای ارتکاب قتل قوت گرفت. برای همین درخواست حکم دیگه برای بازرسی عمیق‌تر ساختمون و یک گروه ویژه برای شناسایی کردند. آزمایش لومینول خون کیدی رو در صندوق عقب ماشینش تشخیص داد. همچنین نشونهای دیگه از داخل منزل هم تایید شد. حلقه ازدواجش با یان که هنگام ترک منزل دوستش به دست داشت در گاف صندوق یان پیدا شد. توی گاف صندوق وسایل غیر مجاز دیگه‌ای هم بود، مثل یه ریسیور AR-15 و 13 صدا خفه کن، 2 قبض اسلحه و 13 بطری استروید آنابولیک. در بازجویی اولیه یان از حکمی که دادگاه علیه اون مبنی بر خشونت خانگی و رد حضانت فرزندانش داده بود گله کرد. اون نقشش رو تو ناپدید شدن کیدی به طور کلی رد کرد. همچنین خون موجود تو صندوق عقب ماشین کیدی رو به یه زمان دیگه که خرید کرده بوده یا دست کیدی زخمی شده بوده نسبت داد و اظهار بی‌اطلاعی کرد. از طرف دیگه تست لومینول در راهروی خونه هم به طور کلی به چالش کشید. اون به کاراگاه با اطمینان گفت که جسدی وجود نداره و اصلا ممکنه کیدی با پای خودش جایی رفته باشه. در هر صورت پلیس به کار خودش ایمان داشت و حرفای یان براش کاملا غیر قابل باور بود. اونا یان رو به اتهام نگهداری وسایل غیر مجاز بازداشت کردند. در 1 اکتبر 2022 بالاخره کارآگاه پرده از این راز برداشتن. داخل محوطه منزلی توده آتیش بود که داخل اون یه فک پایین انسان با یه دندون سالم کشف شد. نزدیک این اجاق یه بشکه آبی 50 گالونی هم وجود داشت که داخلش بوی گوشت در حال پوسیدن میداد. همچنین داخلش تکه‌هایی از استخوان‌های انسانی هم باقی مونده بود. در ادامه تحقیق از روی لپتاپ یان، کارآگاهان متوجه شدن روزی که کیدی حکم حضانت بچه‌ها رو گرفته بود، یان در اینترنت به دنبال راه‌هایی برای از بین بردن جسد میگشت. در 10 اکتبر 2022 یان کریستوفر باناک به قتل درجه 1، از بین بردن شواهد فیزیکی، سوزاندن جسد 48 ساعت بعد از مرگ و عدم گزارشش به پلیس متهم شد. اون توی دادگاه حاضر شد و در مورد قتل کیدی خودش رو کاملا بیگناه اعلام کرد. اون در حال حاضر توی زندان هنری کانتی بدون اعلام هیچ وثیقه‌ای توی بازداشت به سر میبره و تکلیفش هنوز مشخص نیست. پلیس ها همچنان در حال جمع‌آوری مدارک بیشتر برای متهم کردن یان هستن. در مورد جرایمی که حکم اون اعدام میتونه باشه، معمولا زمینه تحقیقات بیشتر طول میکشه. تا لحظه ضبط برنامه با تلاش وکیل یان، آقای رابرت هریس، هنوز مقامات قضایی موفق به تشکیل جلسه نهایی و قطعی برای صدور حکم نشدند. اون در روز دادگاه گفت: آقای یان باناک یک تفنگدار دریایی سابق ایالات متحده است، یک قهرمان جنگی
کسی که بدنش رو برای صلح و آرامش کشور تقدیم کرده. این بسیار باعث افسوسه که حکومتی که اون برای حفظ و نگهداریش جنگید بخواد با اون با شدیدترین تنبیه ممکن برخورد کنه. ما همچنان یان بانک را بیگناه میدونیم و تمام کوشش خودمون رو برای دفاع از اون در پیشگاه قانون انجام خواهیم داد. چنانچه دادگاه حکم قطعی مبنی بر قتل درجه 1 رو برای یان صادر کنه، مجازات اعدام در انتظار اون خواهد بود. He was wanting her to bring the kids too, so he was going to kill all of them.